با سلام. دوره آموزشی کلاس‌های مازنی با مدیریت اساتید مجرب. 1. به لهجه بسیار توجه کنید. ولو صحبت کنید. دهان خود را به شدت کج کنید. برای مثال: من میخوام برم تهران. 2. حرف ر را غلیظ تلفظ کنید. بگویید ر. تکرار کنید ر. 3. بسیار سریش باشید. برای مثال: آقا عصر خونه ما بیا دیگه، دعوت کردم ناراحت میشم، حتما منتظرم، نمیشه برای که ساعتم میاد. 4. خالی بندی اصول اولیه کار شماست. برای مثال: من پسرداریم تهران ماکسیما خریده، سفارت آمریکا کار میکنه، هفته یه بار میره آمریکا. 5. به تهران بسیار توجه کنید. خانه آمال شما باید تهران باشد. بی ارتباط بگویید تهران. به محاوره زیر توجه کنید. آقا سبزی کیلو چنده؟ 250. مدرسه تهران هرچی 200 که چه گرون میگی؟ 6. در کار دوستان و آشنایان فضولی کنید. همیشه باید در دست و پای اطرافیان خود باشید. آقا چی شده؟ ناراحتی؟ به من بگو، من سنگ سری میکنم، به من بردگار کن. 7. زود جوش بیاورید و زود خوب شوید. همیشه جوگیر باشید. برای مثال: آقا سنیزم تو کم میکنی؟ چرا؟ مگه زیاده؟ نمیشه که. آقا یکی میاد میگه کم کنی که اینجا بیا زیاد کن. نمیشه که. حالا اشکال نداره. آره کم میکنم، مسئله نداره که. 8. آخر هر کلمه حتما بگویید که. این که معروف به که آخر چسبان است. دقت کنید. که. تکرار کنید. که. برای مثال: تموم شد که. فیلم گرفتم که. 9. در صحبت فارسی به شدت زور بزنید. آقا بیا من باید یه خونه بخرم، باید تخفیف میگیرم. 10. کلمات و اسمها را بکشید. برای مثال: امیر بیا نه. 11. هر کجا کم آوردید بگویید فکر نکنم. تکرار کنید. فکر نکنم. برای مثال: آقا تصادف کردی ماشینت خراب شد. فکر نکنم. 12. هر جا از نظر مالی کم آوردید بگویید نمیصرفه. تکرار کنید. نمیصرفه. برای مثال: آقا هیوندای آزار ماشین خیلی خوبیه، نمیخری؟ درسته میدونم خوبه، ولی توجه کن پولش که مهم نیست، ولی اصلا نمیصرفه که. خسته نباشید. جلسات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد. با تشکر. خدا نگهدار.